سلامی دوباره اومدیم این بار با این دستگاه 2034D توسن. این بار اومدیم یه دستگاهی باز کردیم که میبینیم که واقعا دستگاه خیلی خوب، توپ، مشتی و اینکه واقعا تبریک میگم برای بچهای توسن و خیلی خدای حال کردم با این دستگاهی که وا کردیم دیدیم خیلی خوب بود. آره 10-15 سال این دستگاه توی بازاره و واقعا لحاظ کیفیتی عالیه. فقط دو تا ضعف داره دیگه. دو تا ضعف داره، الان اونو میگم خدمتتون. ضعف اول تغییر سرعتشه. تغییر سرعت چیه؟ ببینید بچه‌ها اینجا میشه به دور میگه دست اینو فقط اولش رو نشون بدی. ببینید ما برای اینکه دستگاه رو تو دور سرعت و تو دور قدرت ببریمش برای ما یه شاسی گذاشتن، تربیه کردن که به واسطه این دنده ها درگیری دنده ها جوری صورت میگیره که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. دو تا دنده با هم درگیر میشن میشه قدرت، دو تا دنده با هم درگیر میشن میشه سرعت. ما وقتی تغییر سرعت رو انجام میدیم این دنده به سمت بالا حرکت میکنه، ولی نگاه کنید کامل نمیره بالا. میکنه. به چی گیر میکنه؟ این دنده به این دنده کوچیکه گیر میکنه. میتونستن چیکار کنن؟ ببینید کامل میتونستن چیکار کنن؟ ببین این من بذار خودم مثلا مثل شما فرض بکنم یه مصرف کننده. خب من میگم که میلاد من بخوام از این دستگاه استفاده بکنم نیاز به یه جای دارم قدرته، اینو دارم میزنم نمیره، هی فشار میده نمیره. چیکار باید بکنم؟ باید مثلا دو تا منری آره چیزی حالا جدای از اون که بخوان اینو مثلا پیشرفت بدن، من که نمیدونم این تو چه اتفاقی داره میافته. خب هی زور میزنم میگم بار جا نمیره این. خب این خرابه. الو خدمات توسن، جواب تلفن من نمیدی. دستگاه خرابه. چشه آقا؟ تغییر سرعت نمیره. خدمات توسن. آقا یه ذره این سه نظامشو بچرخون بعد بزن بره جا. الان یه ذره این سه نظام که میچرخونی میره دنده سر جاش. خب این نقطه ضعفه. اون بنده خودم نمیدونه، کسی که داره از این دستگاه استفاده میکنه نمیدونه که، فکر میکنه خرابه، ولی خب این ضعفشه. این کار رو میتونستن با یه دونه فنر زیر همین دنده‌ای که حرکت میکنه بذارن، تغییر سرعت انجام بشه، بعد موقعی که داریم دستگاه رو روشن میکنیم اون فنر خودش بپره بره سر جاش، اینو هول میده جلو میره سر جاش. این واقعا برای شرکت توسن که 15 سال داره این دستگاه رو تولید میکنه واقعا حیفه. مثل یاد فوتبال میافتم. اون موقع که برانکو سرمربی پرسپولیس بود میگفتن که آقا دست به ترکیب نزن، این تیمه هی داره برنده میشه، هر بازی داره برنده میشه، دست به ترکیب نزن، دست به ترکیب میزنی همیشه خراب میشه. توسن فکر میکنه توی فوتباله دست به ترکیب نمیزنه خراب نشه، یه موقع این کیفیت خراب میشه. نه آرندیش کنید، بهترش کنید، توسعهش بدید. آره واقعا چون واسه این دستگاه حیف این ضعفه. ضعف دوم حسین کلاج این دستگاهه. بچا کلاج مثلا ماشین و اینا نیست. چی میگی؟ بحث از کلاج ایمنیه. ایمنی دستگاه، ایمنی خود اپراتور که داره با این دستگاه کار میکنه. ببین مثلا فکر کنید من یک کنافکارم، رفتم رو نوردبون اومدم میخوام یه گردبر بزنم، گردبر رو میزنم یه دفعه رو دور قدرت دیگه اینجوری داری میزنی یه دفعه آقا مچ چیکست. چرا؟ گیر میکنه یه دفعه به سازه، یا گیر میکنه یا نوک آرمیچه رو دندات خورد میشه یا اینکه مچت میشکنه یا از نوردبون شوتت میکنه. این اگه این کلاج داشت خیلی خوب بود، ایمنی دستگاه میرفت بالا. کلاج نداره این دستگاه. بعد قدرتش هم قدرت خوبیه، فکر میکنم 1050 وات، خیلی زیاده برای گیربکسی. 1050 وات خیلی زیاده و این باعث میشه که از نوردمون پرتت بکنه پایین، قشنگ پرتت میکنه. آره دیگه اینجوری میزنی یه دفعه قفل میکنی پرتت میکنه. یا مچتون یه آدم سنگین 120 کیلو ممکنه وزنت باشه نوردمون پرت نشی پایین، مچت بشکنه یا دستگاه آسیب ببینه. به نظر من کلاجم جزء اینه که این دستگاه باید داشته باشه. از خوبیاش بگیم، از ضخامتون نگاه کن. اصلا آلیاژی که واقعا کار کرده خیلی چیزه. ما تو دریلای بتونکنم این ضخامتو نداریم حتی. بعد دنده چکشی این دستگاه، خب بذار اینا رو من درارم. دنده چکشی این دستگاه دقیقاً تو این فاصله قرار داره موقعی که می‌خوایم چکش بزنیم و خود از اینجا از زیر این دنده هم ما یه محفظه نیمه بازی داریم که گیریس مقداری داخل این دنده ها میره. به خاطر همینی که این دستگاه خیلی محبوبه. ببین همه اینا راجعش فکر شده.
دنده چکشی همیشه چربه، خوش کار نمیکنه. دو تا دندن روبروی همدیگه شیب دارن، اینجوری حرکت میکنن و عقب جلو میشن، باعث میشه چکش به وجود بیاد. و چون خوش کار نمیکنه خرابیش هم خیلی کمه. بولبورینگی هم که داخل این قسمت قرار داره که شفتو میگیره، اونم به خاطر اینکه گیربکس به این داخل نفوذ میکنه همیشه سر حاله و خرابی گیربکس به حداقل میرسه. تنها چیزی که یک دستگاه اینجوری گیربکسش خراب میکنه اینی که اپراتور داره باش کار میکنه، قبل از اینکه میخواد وایس دستگاه کار همون لحظه دستگاه رو میزنه تغییر سرعت میده. خب این چی میشه؟ دندان همه کچل میشه روش، همشون خراب میشه. ببین این دوتا همینجوریش تو هم درگیریشون خیلی سخت انجام میشه. من دیدم مخصوصا اگه دستگاه رو میدن دست شاگرد میزنه اصلا نگاه نمیکنه، داره دستگاه کار میکنه، کلیدو ول کرده، خب این یه دوری داره برسه تا از کامل از حرکت بیسته دیگه، همونجوری میده تغییر سرعت، دستگاه میگه قرر تو وایس. اصلا عجله داری سر سه نظام بگیر وایس بعد تغییر سرعت بده. آفرین، کچل میکنه دنده‌هاتونو. چون اینا سیستمی ندارن که فکر کنید مکانیزمشون یه جوری باشه که شما تغییر سرعت رو بدی حالا این تو چه میدونم چوب هری پاتری باشه اینا رو جا بزنه. نه، همش مکانیکیه، هیچ گونه مهندسی پیچیده‌ای نداره. دو تا قطعه با هم درگیر میشن، دو تا قطعه درگیری با هم دیگه جدا میشن. پس مراعاتشو بکنید. قطعا دستگاهی که تو طولانی مدت خیلی بهتون کار میده. آرمیچر دستگاه آرمیچر خیلی خوبی داره، کلکتوری که کیفیتی داره. حتی بولبورینگایی که برای این دستگاه استفاده کردن دوزده. ببین بچه‌ها، ما بولبورینگا وقتی دو طرفش پولکش آهنی میشه بهش میگن دوزد. دوزد باعث دفع حرارت بولبورینگ میشه چون این دستگاه سرعتش بالاست. وقتی دو طرفش آهنیه یعنی بولبورینگتون هم حتی داغ نمیکنه. داغ میکنه ولی خب دفع حرارتش خوبه. این آرمیچر جزء آرمیچرهای خوب شرکت توسنه. اگر دستگاه 2034 دی توسن داشتی آرمیچرت خدای نکرده سوخت، به نظر من آرمیچر متفرقه روش نندازید، چون این آرمیچر روش کار شده. آرمیچر اصلیشو بگیرید تهیه بکنید، دوباره یه اون بهتون کار میده. من یه نکته خیلی طلایی تو این دیدم میلاد. خب توی جاذوقالیاش چیه؟ ببین جاذوقالیاشو بچه‌ها نگاه کنید، از دو طرف یه سوراخایی داره که ما خود یعنی این یه پلاستیک نسوزه دور این جاذوقالی، خود جاذوقالی هم داخلش با یه سری از شیارها باز شده. نکنید این هم یه جاذوقالی دیگه است، داخلش نگاه کنید زغال میره داخلش ولی دورشو پلاستیک کاملا گرفته. حالا چرا این اومده اینجا رو باز کرده؟ باز منم سواله. ببین ما موقعی که داره دستگاه کار میکنه حرارت کلکتورمون بالاست، چون زغال داره روی این کلکتور میچرخه، یه حرارتی تولید میشه. این که داره با سرعت بالا میچرخه، پروانه هم داره، پس عملیات خنک کردن خود آرمیچر و کلکتور انجام میشه. دقیقاً. ولی توی زغالا چون جریان داره توشون عبور میکنه، زغال هم این سیم میمونه دیگه، رسانه گرم میشه. اگر ما نتونیم دفع حرارت زغال رو اینجوری انجام بدیم، اینجاها رو باز گذاشته که دفع حرارت زغال انجام بشه. چه جالب. اگر زغال دفع حرارتش انجام نشه به یه دمایی برسه منبسط میشه. زغال تو جاذوقالی گیر میده. دیدی دستگاه البته فکر کنم این چون خیلی دستگاه خیلی قویه اینجوری. آره مثلا دستگاه دریل های معمولی همچین چیزی رو لازم نداره. همین شکلی دورش پلاستیکیه. ولی این دستگاه چون دستگاه قویه اومدن به اینم فکر کردن چون زغال تو جاذوقالی گیر بکنه یعنی سوختن آرمیچر. آره دیگه. فشار فنر پشت کلکتور صفر میشه تقریبا. فنرها رو داغون میکنه. داغون هم فنرات ذوب میشه، از اون حالت ارتجاعی بین میره، همین که تو این جاذوقالی گیر میکنه. این هم یه نکته طلایی بود راجع به این دستگاه ما دیدیم. بعد یه نکته دیگه که این دستگاه داره، ببینید آرمیچر باید میلاد توی محوری باشه، خب با بالشتک خودش که کوچکترین انحرافی نداشته باشه. خیلی ما 90% دستگاه چینی که تو بازار داریم آرمیچرشون انحراف داره، خب به خاطر قالبگیری پوسته و قالبگیری جایی که آرمیچر قراره بشینه. این دستگاه جز اون محدود دستگاهاییه که واقعا انحراف آرمیچرش صفره، چون قالبگیری یک پوسته بالشتک به نحو احسن انجام شده. عالی زده واقعا. همین که خود ضخامت جایی که قراره بولبورینگ روش بچینه اولا میلیمتری دقیقه و خود جای بولبورینگ رو ببین چقدر قویش کرده. اومده استراکچرهایی قرار داده که جای بولبورینگ به هیچ عنوان نشکنه.
پشت این بلبلینگ یه دونه نمده، یه دونه واشر پلاستیکی گرفته که خارم قشنگ فیت وای میسه روش. نمدم گذاشته، رولاش خیلی خوبه، رولاش هم عالیه، قشنگ خیلی بادگیر درست حسابی. حتی واشری که بین درب گیربکس گذاشتن عالی. یعنی این دستگاه حتی کابلش هم فوق العاده است. قیمتش هم قیمت خیلی خوبی داره، کلید گازی خیلی خوبی داره. در مورد قیمتش گفتیم چند نداشتیم. حالا من رو صفحه میندازم الان اینجا قیمتش رو احتمالاً دارید میبینید، حالا یا اینجا میبینید یا اینجا میبینید. قیمتش رو واسهتون میذارم. قطعا پیشنهاد خرید میشه. دستگاه رو تهیه بکنید. دستگاه خوب با کیفیتیه و حتی چه میدونم پیچاش هم میشه صحبت کرد. پیچا همه تی-20 و گل پیچا همه ضخامت‌های خوب بالا. بعد خود شیار پیچا ضخامت خیلی خوبی داره. به اینا همه راجبش فکر شده ها. فکر نکنید من در آوردیه. و 3 نظام 13 آچاری هم داره. خیلی خوبه دیگه. یعنی من هم نقطه ضعفش رو گفتیم هم خدا الان برای همین کلاجش یه دونه هرزگرد بذارن و عالی میشه. فوق‌العاده میشه. قشنگ میتونه با 25 ما دیگه آره دیگه اصلا دیگه دستگاه مثلا حرفی دیگه واسش نمیمونه. میگه آقا این دستگاه خوبه دیگه. آره این من تو بین در گیربکس یکی اینو خیلی قبول دارم. یکی هم طرح 250 که داره شرکت حدید برش میزنه. ان شاءالله به من رسید میایم براتون یه تحلیل رو بررسی میکنیم. نمره بده کل مجموعه رو. نمره به این واقعا باید من 7 میدم. 7-6 خوبه، منطقیه. آره اگه 7 این باشه 10. چرا من تو همش تو نمره اختلاف خوبه. همون 7 میدم. عالیه برای این دستگاه. امیدوارم که براتون مفید باشه.